درود بر تک تک عزیزان، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. در خدمتتون هستیم. باز داریم میریم سمت نواحی کشور عزیزمون ایران، داریم با هم میچرخیم. جنوب رفتیم، جنوب زیاد رفتیم، شمال رفتیم، جاذبه عالی براتون زدیم و امروز داریم میریم سراغ سمت غرب ایران. میریم لرستان، خطه سرسبز، مردم خونگرم و خفن لرستان. آقا موسیقی به شدت پر احساس و قشنگ و غنی و خفنی دارن واقعا. کلا سمت کردستان، لرستان، همه جای ایران واقعا شاید این حرف کلیشه‌ای باشه ولی واقعا خوب و خفنه. برای همین الان هم میخوایم بریم سمت لرستان دیگه. حالا اگه ریتم موزیکای لری هم دیده باشین اینجوری دیگه. یه چیزی تو این مایه هاست ریتماشون. حالا قطعا من اهل اون سمت نیستم، من اینجوری گوشی براتون میذارم و این کمی کاستی هست، بچه های لرستان ببخشن به بزرگی خودشون، ولی چیزی که ارزش اینه این سبک موسیقیشون، ریتمشون. یعنی در واقع چون ما کوبه‌ای کار میکنیم با ریتم کار داریم، میگم همین دیگه. خب یه ترک خیلی قشنگ و زیبا که احتمال زیاد همتون شنیده باشید انتخاب کردم برای سمت لرستان، که یکی از موزیک‌های خیلی خفن اون سمت احتمال زیاد همتون شنیدید. آهنگ دیبلال رو می‌خوایم ما هم بزنیم و گوش بدیم و بشنویم و کیف کنیم و باهاش ساز بزنیم و کلی حال کنیم ما. دیبلال و اینی که من دارم و آقای کوروش اسدپور خونده. من با این خیلی حس خوبی گرفتم، برای همین اینو انتخاب کردم که بیام با شما عزیزان در میون بذارم. امیدوارم که لذت ببریم. بریم دیبلال، خطه لرستان، آقای اسدپور کوروش.
انجیر داره ازلال مکماشی داره زجمون فهمی داره دیرین چطور خندی داره ای بی وفا کافر داره دشمن دلش نفتا عاشق کشی بررسی ای بز تو ای ما ای بی وفا کافر داره دشمن دلش نفتا عاشق کشی بررسی ای بز تو ای ما خیلی هم درم بی وفا آخی کافر دلم آخی نکرده بانجام ای بلال آخی بلال بلال آخی بلال یارم دل ببار آخی مال بگلال آخی بیاد یارم آی بیاد یارم موزیک لوری اون دیولال خیلی خوب بود واقعا، با حالش خیلی حال کردم. کجا خیلی خوب بود و کیف کردیم، واقعا لذت بردم. اصلا خیلی حال میده موسیقی در عین اون شور و هیجانی که داره، واقعا یه آرامشی به آدم میده که کیف میکنی. واقعا اینجاست که آدم حال میکنه به ایرانی بودن خودش میباله. با اینکه من لور نیستم، از اون سمت نیستم، ولی واقعا دمتون گرم، کیف میکنم. مردم خونگرم، طبیعت خفن، موسیقی غنی و بسیار پر احساس. واقعا دمتون گرم، خیلی خوبه، واقعا خفن بود، لذت بردیم، کیف کردیم. سعی میکنیم اینجوری کل ایران رو با هم بچرخیم دیگه. آقا ما تو اتاق نشستیم ولی سعی میکنیم از این شرایط استفاده بکنیم، کل ایران رو بچرخیم و رفقای مختلف از نقاط مختلف ایران از طریق این پلتفرم یوتیوب و اینستا و اینا بتونیم پیدا بکنیم و کیف بکنیم کنار هم دیگه. دمتون گرم، مرسی ازتون. تو کامنت ها بنویسید که اهل کدوم شهرید، موسیقی کدوم شهر، کدوم قسمت ایران و کدوم نواحی ایران رو دوست دارید و بیشتر با هم آشنا بشیم و لذت ببریم از معاشرت با هم دیگه. دمتون گرم، مرسی که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید، نظر بذارید. روز یا شبتون بخیر.